ساکنان اسلواکیا کشوری در اروپای شرقی علیه فسادکاری به خیابان‌های براتیسلاوا برآمدند. نخستین تظاهرات ضد حکومتی در ماه اپریل سازمان یافت. حالا این گونه اعتراضها تکرار می‌شوند. این تظاهرات را دوید ستراکای 18 ساله تشکیل کرد. او هنوز مکتب خوان است. мизони коррупсия дар Словакия таҳаммулнопазир аст. онҳо дар рӯи мо механданд, ба талаботи мо посух намедиҳанд ва фикр мекунанд ки метавонанд ҳар чизеро дилашон хост бидузданд. ман аз ин безор шудам. هر قدر تجمع به میدان مرکزی نزدیکتر می شود، همون قدر به کنسرت راک شباهت پیدا می کند. اما دوید ستراکا حرفی برای گفتن دارد. ما در اینجا با اون خاطر جمع آمدیم تا بگوییم که ما نیز صدا داریم و این صدا خاموش نمی شود. این صدا بر مقابل کورپسیا در کشور ماست، صدایی که ارزش دارد. صبح دوید در خوابگاه دانشجویان با صبحانه و چای آغاز می شود. طرح تظاهرات اولین را او با همراه دوستی همسبقش کارالینا فراسکا کشیده بود. کارالینا همین گونه راهپیمایی ها را در قسمت شرقی اسلواکیا تشکیل کرد. آنها از طریق شبکه‌های اجتماعی دوستانشان را برای شرکت به تظاهرات دعوت کردند، ولی تعداد شرکت‌داران یک باره افزود و مردم در سراسر کشور از آن باخبر شد. ما دو نفر خواستیم که تظاهرات را تشکیل کرده با این واسطه سهم خود را در مقابل کورپسیا در اسلواکیا گذاریم. خواستیم بگوییم که ما دانشجویان ضد این هستیم، اما غیر انتظار ما به یک نیروی پر اقتدار تبدیل یافتیم و مسئولیت خود را احساس نمودیم. ما اکنون وقت خود را در مکتب کمتر میگذرانیم که این برای معلمان چندان خوشایند نیست. حکومت اسلواکیا در پاسخ گفت که با کورپسیا مبارزه جدی میبرد، اما با این وجود سروزیر کشور روبرت فیتسو تاکید میکند که مخالفان این موضوع را برای مبارزه های سیاسی استفاده میبرند. او در این باره هفته گذشته هنگام تعیین رهبری نوی نهاد ضد فساد صحبت کرد. این مسئله قبایی سیاسی میگیرد. مشکل در آن است که نفر میخواهد با کورپسیا مبارزه برد و راه حل را پیدا کند. هر روز اتهام نو و بدون دلیل صدا میدهد. طبق حساب روزنامه‌نگاران اسلواکیا در سراسر کشور حدود 10,000 نفر به تظاهرات همراه شده است. احتمالاً این هنوز برای احساس خطر کردن حکومت کافی نیست، ولی برای کشوری که 5 میلیون اهالی دارد تشکیل تظاهرات در چنین سطح کار ساده نیست.